الله زوجهان بیان میکند کسی که پشت گرداند از قرآن، پشت گرداند از نماز، پشت گرداند از خدا و از پیغمبر و من اعرض عن ذکر، از ذکر خدا، ذکر به معنای نماز است، ذکر به معنای یاد خدا است، ذکر به معنای قرآن است. در قرآن با چندین معنا میاد. هر کسی که میگه از شما از ذکر من پشت گرداند و گرداند، خداوند میگه اعرض عن ذکری و این له معیشة ضنکا، برای او یک زندگی تنگ و خراب میاریم. زندگی تنگ چی است؟ زندگی که در او آرامش نیست، زندگی که در او نه آرامش قلب است نه آرامش اعصاب است، نه لذت است در زندگی. همون که زندگی نصیب کسی بشود که از خدا و از پیامبر و از قرآن رو گرداند. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، این عذاب یعنی دنیایی است. خار میشود، زار میشود، بی صاحب میماند، در بدر میشود، عاقبت چی است؟ میماند میره به همونتر. ولی یک نفر آدم ثروتمند است، خدا نگهبانش باشد، خداوند ثروتمندای ما را باز زیاد کنه و حتما همراه ثروتشون هدایت نافعشون بخواه. $40,000 داخلش کرده از در امریکا چند سال پیش، 6-7 سالیست دون است بچهش خواند است نکرد. میگه مگر جای ترقی کرده آمده است در خانه میگه پدر قتل میکنه، در پیش خواهر اول مادرش تنگ توصی کرده گه آخر نکنی ممکن نیست که میگه چیگر داره. ببین حرکت چگونه شید، تماما محبت پدر مادر اول و خواهر اکار دادن در وجودش نیست. میگه حتی میگه پدر مرد است، اون مرده پدر مرده بابی برد اخر میگه مرد است که خیلی بودشید از روز شکل جا میرم. ببین بعد چی میگه $40,000 دادم و بچه باید بیدین کردم. این حالا در باید اندیشه داشته باشید. تربیه را در خاندان بکنید که بیرون نرفته سوگرده بیدین بیاید. ببینید الله زوجلال همه این آفتها را گفته که در دنیا است، در آخرت چی میشود؟ اون نفری که از شریعت و از دین و از قرآن رو گرداند و این له معیشة ضنکا، زندگی تنگ نصیبش میشود. در آخرت خداوند میگه و نحشره یوم القیامة اعمی، روز قیامت در محشرگاه محشور میشود در حالی که هر چشمش کور از نابینا است. ببین برادرای عزیز که بینایی نعمتی هست که اگر میلیاردها صرف کنی و یک نعمتی چشم برابر نمیشه. یعنی یک جماعتی کودکی ما اگر چشم در یک ساعت بجو ببین چقدر مشکلات دارد. در روز محشر من همین آدمی که از دین و قرآن و خدا و پیغمبر پیش کردن محشور میشود. خدا میگه در حالتی که هر چشمش کور نابینا است. و نحشره یوم القیامة اعمی، خدا میگه کور خلقش میکنه روز قیامت. قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، همون بنده در روز قیامت با دعوا میکرده است که ربی پروردگارا لم حشرتنی اعمی، برای چی مرا کور خلق کردی، نابینا خلق کردی؟ لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، و در دنیا من چشمان بینا داشتم. قال کذلک، خدا میگه آره در دنیا چشمان بینا داشتی. قال کذلک اذا اتتک آیاتنا، وقتی که آیاتهای ما را که وقتی گفتن فهماندن که خدا چنین میگوید، خدا چنین میگوید، خدا فهماندن گفتن کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو گفتی که میگم. ولی خیلی از تو بعضی از بی توفیق باشد، از رحمت خدا دور باشد، من میگه که میگنی مناهای عالمان میگنی یا دیگر کار ندارن. او وظیفه شده گفتن تا مردن شد، اگر مگه روز قیامت پیامبر میگه اون جمله هم بلی جا ببینن ما لجام از آتش سرخ کرده که در دهنی همون عالم زده میشه و که گرد نزده نفهمانده نگو، وقتی که حق نگفت نفهم مجبور های بودن.
چگونه بود؟ صحابه پیامبر چگونه بودن؟ چه مشکلات دیدن؟ لیکن همون مشکلات کردن، کشتنشان، جا کردن، علا کشتن، مسافر شدن، غریب شدن که امروز ما و شما خدا و پیامبر را میشناسیم. اگر ما را حق میکردن، خلق کرده هیچ نمیگفتن، خدا میداند که ما و شما چی میشیم. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. خدا میگه بله چشمان بینا داشتی، وقتی که آیاتهای ما را حکم برده گفتن تو مباد فراموشی انداختی. گفتی خرنه گندی گفتن روزه تبریه فایده داره در بدن. رحمت و مغفرت از برای تو از آتش الله خدا نگه میدارد. بهانه کردی خوردیش. یا همه نماز خوندن در یک جای که رفتی چپی سالی تماشا بیداری فنسیتها. خداوند میگه و کذالک الیوم تنسی. امروز من تو را فراموش میکنم. چگونه که تو در دنیا خدا میگه من را فراموش کردی، امروز در روز قیامت من تو را فراموش میکنم. خدا پناه بده از فراموش کردن در روز قیامت.